سلام، من شوگان هستم. به اولین ویدیوی چنل شوگان سکات خوش اومدی. امیدوارم حالتون خوب باشه بچه‌ها. این اولین ویدیوی چنل منه. خواستم توی این ویدیو یکم با هم دیگه آشنا بشیم و یه معرفی بکنم خودمو و بگم که قراره توی این چنل چی کارا بکنیم و چه اتفاقایی قراره توی اینجا بیفته. اول ویدیو گفتم که من شوگانم و قراره ما اینجا پوکر بازی کنیم. معنی شوگان رو اول بگم برای اون کسایی که نمیدونن. توی زمان ژاپن قدیم، زمان سامورایی‌ها و اینا، لقب فرمانده کل قوا یا سپهسالار شوگان بوده و کل ارتش ژاپن دست همین شوگان بوده و یعنی نفر دوم بعد از امپراتور این شخص بوده. ولی نکته خیلی مهم که هستش اینه که اون زمان امپراتور فقط یه نقش تشریفاتی بوده و یه مقامی بوده که موروثی بوده و از نسلی به نسل دیگه منتقل می شده. پس یعنی کل قدرت ژاپن دست همین شوگان بوده. حالا اصل ماجرا یعنی پوکر. اولا پوکر دیگه فکر کنم همه میدونن چیه. پوکر یه بازیه که با پاسور انجام میشه و احتمالاً توی فیلم‌های هالیوودی دیدینش و فرقش با بازی‌های پاسور دیگه اینه که توش فقط شانس دخیل نیست و مهارت و استراتژی توش خیلی مهمه. علاوه بر اون مدیریت چیپ یا همون پولی که دارین هم توش خیلی مهمه. پس نسبت به بازی‌های دیگه‌ای که انجام میشه ریسک خیلی کمتری داره و احتمال برد بیشتره اگه درست بازی کنید. حالا من بعد از این ویدیو توی یه ویدیو دیگه کامل پوکر رو با زبون ساده آموزشش میدم و با هم دیگه از صفر یادش میگیریم. و اصلا سخت نیست بچه‌ها، اصلا سخت نیست. اگه تازه میخوایم پوکر رو یاد بگیرین با هم دیگه از صفر یادش میگیریم. و اینکه یه قضیه مهم، من اینجا کسی رو ترغیب به شرط بندی نمی‌کنم و دید ما به پوکر اینجا فقط تفریح و به چالش کشیدن خودمونه. و در کل میگم بچه‌ها اگه شرط بندی هم میکنید هیچ وقت با پول زیادی که براش تلاش کردین روش شرط بندی نکنید. اینطوری نباشه که اگه اون پول رو از دست بدین زندگیتون نابود بشه و به هم بخوره. نه فقط پوکر، هر چیزی، هر بازی، چه کارت، چه فوتبال، چه چیز دیگه اینطوری نباشه که با از دست دادن اون پول چه از نظر مالی، چه از نظر روانی و چه از نظر روحی آسیب ببینید. هر کسی هم به اندازه خودش، یه نفر با 1,000,000 تومان آسیب میبینه و یه نفر دیگه با 100,000,000 تومان. طرف ماشین زیر پاشو میفروشه و میره میبازتش. دیوونه ای داداش، چرا این کارو میکنی؟ آدم با ماشین زیر پاش این کارو نمیکنه. پس به این دید نگاه نکنید که با شرط بندی کردن یه شب پولدار بشید و فقط دیدتون به پوکر تفریح باشه. توی جمع‌های دوستانه بازی کنید و لذت ببرید یا توی گوشی چیزی بازی کنید و حالشو ببرید. خب ارتباط پوکر با شوگان چیه؟ بذارید اول من اینو بردارم بهتون نشون بدم. این شمشیر شوگانه. یه شمشیر خوشگل داره شوگان اینجا. با این شمشیر میریم به نبرد با دستهای پوکر. توی این کانال ما پوکر رو یه نبرد میدونیمش که باید با مهارت و استراتژی پیروز اون نبرد بشیم. اینجا هر حرکت یه استراتژیه، هر دست یه نبرده و هر برش یه پایان به اون نبرده. اینجا بیشتر تورنمنت بازی میکنیم، روی تیبل هم بازی میکنیم ولی کمتر. تحلیل میکنیم بازی‌های خودمون و بازی‌های دیگران و آموزش میدیم و با هم دیگه حرفه‌ای‌تر میشیم و گاهی هم با شمشیرمون جشن میگیریم. به عنوان معرفی اینم بگم من حدود 5-6 ساله که پوکر بازی میکنم. بیشتر توی جمع‌های خودمونی، توی سایت‌ها و تورنمنت‌ها هم بازی میکنم و همون که قبلا گفتم توش تفریح میکنم، نه اینکه شرط بندی‌های سنگین بکنم. علاقم به پوکر و جذابیتش باعث شد من بیشتر سراغ این بازی برم و بیشتر یاد بگیرم. الانم میخوام این بازی‌ها رو با شما به اشتراک بذارم و مرحله به مرحله از مبتدی تا حرفه‌ای شدن رو با هم دیگه طی بکنیم. من خودم هم بازیکن حرفه‌ای در حد وگاس و اینا نیستم. منم یه بازیکن معمولی ام ولی با هم دیگه قراره که خیلی خیلی حرفه‌ای بشیم. نکته بعدی هم که میخوام بگم و خیلی هم جذابه و موضوع ویدیوهای بعدیمونه اینه که من میخوام از 0 تومن به اولین برداشت که $30 برسم. جایی که من بازی میکنم هر روز تورنمنت های رایگان داره که قراره بهتون بگم کجاست، چه سایتیه، اپلیکیشن هم داره و بهتون توی ویدیو بعدی میگم. قراره توی همین تورنمنت های رایگان شرکت کنیم و با جایزه‌ای که از این تورنمنت های رایگان به دست میاریم بریم تورنمنت های $0.5، $1، $2 و غیره و به پایین ترین مبلغی که میتونید از این سایت برداشت بزنید یعنی همون $30 برسیم و برداشت بزنیم.
میشه واقعا این کارو بدون اینکه هیچ پولی بذاریم وسط انجام بدیم؟ بله میشه. من خودم قبلا این مراحل رو طی کردم، برنده شدم، برداشت زدم و حالا میخوام از صفر دوباره این کارو با همدیگه انجام بدیم. اینا برده من توی سایت میبینین، اول، هفتم، پنجم، ششم، اول. اینم برداشت من از این سایت هستش. خب چیز دیگه فکر نکنم مونده باشه. اگه سوالی داشتین توی کامنت ها بپرسین، من حتما جواب میدم. پس اگه از پوکر تکراری خسته شدی، اگه میخوای همه چی رو خیلی آسون از صفر یاد بگیری و اگه دوست داری بازی رو مثل یه جنگجو ببینی و با برش شوگان به نبرد با دستهای پوکر بری، منو سابسکرایب کن و زنگوله رو فعال کن که ویدیو بعدیم اومد حتما ببینی. لایک و کامنت هم فراموش نشه. سوالی داشتین، پیشنهادی داشتین، توی کامنت ها بگیم، با هم دیگه صحبت کنیم و ارتش شوگان رو با هم بزرگ و بزرگتر کنیم. دوستتون دارم. تا ویدیو دیگه و یک برش دیگه از شمشیر شوگان، بدرود.